این داستانو یکی از مخاطبین کانال برای ما ارسال کرده. حالا منم میخوام اون داستانو از زبان خودش برای شما تعریف کنم. من بچه یکی از شهرهای اطراف ارومیه ام، شهری به اسم بوکان. اطراف بوکان روستاهای زیادی است، ولی بین همشون یه اسم همیشه با طرز شایعه میاد. روستای متروکه اینچکه. سالهاست کسی توی اینچکه زندگی نمیکنه. ما یه گروه 6 نفره بودیم. تجربه هم داشتیم. دستگاه و سیستم هم داشتیم. یه روز یکی از رفیقامون گفت یکی از فامیلمون تعریف کرده نزدیک اون روستا چند تا قبر مهم و یه تپه کوچیک هست که خیلیا میگن اونجا گنج داره. همین شد که تصمیم گرفتیم بریم اونجا. پنجشنبه صبح زود راه افتادیم. اگه کسی هم دیدمون بگیم برای اردو یا تفریح اومدیم. اما از همون اول همه چی عادی پیش نرفت. چند کیلومتری مونده بود به روستا، ماشین داغ کرد. مجبور شدیم بزنیم کنار و رادیاتور رو هواگیری کنیم. موقع سوار شدن پام به لبه در خورد. ناخونم شکست. یه درد عجیبی داشت. از همون لحظه یه حس بد افتاد به جونم. انگار یه نیروی نامرئی داشت حولمون میداد به عقب. نزدیک غروب رسیدیم به روستای اول، ترجان. بعدش هم اینچکه. یکم استراحت کردیم و غذا خوردیم. عجیب بود که وسط اون گرمای تابستون اونجا هوا سرد بود. صداهایی هم میشنیدم. انگار کسی داشت آروم حرف میزد، ولی به خودم گفتم شاید خیالاتی شدم. جرأت نداشتم چیزی به بقیه بگم. میترسیدم مسخرم کنن. تا اینکه رفتیم سراغ قبرها. دستگاه رو روشن کردیم. دستگاه به ما کد نقره داد. خاک خشک بود. زمین نمیخواست باز بشه. خسته شدیم و گفتیم یکم استراحت کنیم بعد ادامه بدیم. همون موقع گوشیم زنگ خورد. مامانم بود. چند دقیقه باهاش صحبت کردم. بعد به بچه‌ها گفتم من دستشویی دارم. رفتم پشت دیوار نیمه خراب. داشتم کارم انجام میدادم که یه دفعه دیدمش. یه بز سیاه با چشمای زرد. فقط به هم دیگه زل زده بودیم. با خودم گفتم حتما از گله‌های اطراف گم شده. اما یه لحظه بز جلوی چشم بلند شد. روی 2 تا پاش ایستاد و قدش کشیده شده بود و بعد با دست چپش مسیر خروج رو نشونمون داد و گفت از اینجا برید. صداش انسانی نبود. خیلی وحشتناک بود. همون لحظه ترس کل وجودمو گرفت. دنیا دور سرم چرخید و بیهوش شدم. وقتی چشم باز کردم بیمارستان بودم. رفیقام دور تختم ایستاده بودن. بعضیشون گریه میکردن. به دکتر التماس میکردن یه کاری کنه. من همه چیزو میشنیدم اما زبونم بند اومده بود. بعد از مرخص شدن یکی از رفیقام یه حاجی رو آورد خونمون. نشست بالای سرم برام دعا خوند و یه کاغذ بهم داد و گفت این دعا تا 5 روز همراهت باشه. 5 روز گذشت. کم کم زبونم باز شد. اون وقت بود که تونستم بگم اون شب چی دیدم. از اون روز به بعد دیگه حتی اسم اینچکه هم تنمو میلرزونه. اگه از این داستان خوشتون اومد خوشحال میشم. برای انرژی بیشتر دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید. تا درود بعدی، خدا یار نگهدارتون.